تا حالا فکر کردی ممکنه با یه قطره آب یه تیکه فولاد رو مثل پنیر برش بدی؟ نه شوخی نیست، نه جلوی ویژه است، نه علمی تخیلی، واقعی‌تر از چیزی که فکرشو بکنی. امروز میخوام برات یکی از قدرتمندترین و باورنکردنی‌ترین دستگاه‌های برش دنیا رو معرفی کنم که به واتر جت کاتینگ معروفه. ما معمولاً آب رو به عنوان یه مایع نرم و لطیف میشناسیم، اما وقتی این آب تحت فشارهای فضایی قرار بگیره تبدیل میشه به یه تیغ برنده که از پس هر چیزی برمیاد، از آلومینیوم گرفته تا فولاد زرهی و سنگ مرمر و کمپوزیت‌های هوایی و هر چیزی که فکرشو بکنی. حالا سوال اصلی اینه چطوری؟ راز اصلی این دستگاه فشاری در حد 60,000 PSI یا حتی بیشتر. یعنی چی؟ یعنی حدود 4000 برابر بیشتر از فشار لاستیک ماشین، یا معادل این که بخوای یه فیل رو روی یک نوک سوزن فشار بدی. این حجم از فشار آب رو با سرعتی نزدیک به 900 متر بر ثانیه از نازل خارج میکنه، تقریبا نزدیک به سرعت صوت. حالا سوال، این فشار رو چی تولید میکنه؟ یه پمپ معمولی؟ قطعاً نه. اینجا از یک تکنولوژی بسیار خاص استفاده میشه به اسم پمپ تقویتی که انرژی برقی رو تبدیل میکنه به نیروی هیدرولیکی فوق العاده قوی. درون این پمپ‌ها پیستون‌های حرکت رفت و برگشتی دارن، فشار آب رو تا حد غیر قابل تصوری میتونن بالا ببرن. و جالب‌تر اینه که این کار رو با دقت بالا به طور پیوسته و کنترل شده انجام میدن. حالا آب آماده برشه، ولی قبلش باید از یک نازل خیلی نازک عبور بکنه. اینجا دیگه هر جنس و متریالی جواب نمیده. نازل باید از چیزی ساخته بشه که حتی فولاد هم جلوش زانو بزنه. یاقوت مصنوعی، سرامیک صنعتی یا حتی الماس چیزهایی هستن که به عنوان نازل در این دستگاه استفاده میشن. اگه از فلزات معمولی استفاده میکردن نازل تو چند ثانیه نابود میشد، اما با این متریال ها نازل میتونه تا صدها ساعت دوام بیاره. تو بعضی کاربردها فقط آب کافی نیست. اینجاست که به یک ذرات ساینده یا همون ابرسیو اضافه میکنن. این ذرات همراه آب مثل سنباده‌ای با سرعت نور عمل میکنن. نتیجه میتونن حتی سخت‌ترین آلیاژهای هوافضایی یا سنگ‌های طبیعی رو با دقت میکرومتری برش بدن. مزایای عجیب واتر جت میتونه به این اشاره کنیم که برش سردی داره، یعنی هیچ گرمایی تولید نمیکنه. پس به متریال‌هایی مثل چوب باعث سوختنشون نمیشه و متریال‌هایی مثل آهن باعث قور شدن و کج شدنشون نمیشه. و این مورد دقیق بودنشونه که تا حد میکرومتری میتونن دقیق باشن و ذرات رو ببرن بدون تماسه، چون فشار آب انجامش میده سایش فیزیکی وجود نداره و مهمتر از همه تقریبا هیچ محدودیتی در جنس قطره نداره و هر چیزی رو میتونه برش بده. بنابراین واتر جت ترکیب خالصی از مهندسی، فیزیک و دقت بی‌نهایته. جت آبی با نیروی برابر با انفجار که در عین حال میتونه با دقتی در حد جراحی برش بده. پس دفعه بعدی که به قطره آب نگاه کردی یادت نره که همین قطره آب میتونه دستتو به سادگی ببره.